یک بار دیگر شما عزیزان خوش آمدید میگم به تماشای مسابقات لیگ جهانی کشتی. تیم ملی پهلوانی افغانستان را در تصویر تماشا میکنیم. همه میاین و دست میتن با همدیگرشان. تیم چین، تیم سرسخت چین در مقابل افغانستان در این رقابت‌ها قرار گرفته. تیم چینی که در بازی‌های المپیک، در تاریخ بازی المپیک تونسته که 3 طلا، 3 نقره و 3 برنز به دست بیاره. کشتی در وزن 70 کیلوگرم آغاز میشه. نماینده ما با چینایی ها باید قرار بگیره. بابا جان احمدی در مقابل لین هاوی از چین قرار گرفته. کشتیگیر ما با دوبندی سرخ است و کشتیگیر چین با دوبندی آبی است. پایگیری انجام میده و بابا جان رستوشک میکشه که ببینیم امتیاز اول به او در نظر گرفته شد یا نه. هنوز امتیاز درج تابلو نشده. سرسخت از این کشتیگیر چینایی. میدونستم که کشتیگیر ما او را شکست بده. 2 امتیاز بعد از آورده کشتیگیر چین. پایگیری که انجام میده کشتیگیر چین، پایگیری موفق از طرف بابا جان احمدی و حریف را از توشک میکشه. میتونه بکشه بیرون که میتونه خاکم بکنه که همین کار انجام میده و 2 امتیاز به بابا جان احمدی از افغانستان در نظر گرفته میشه. بابا جان احمدی با دوبنده سرخ از افغانستان کشتی را دو مساوی میکنه. چینایی ها در 61 کیلوگرم هیچ نماینده نداشتن. ما هم هیچ نماینده نداشتیم. حالا در وزن 70 کیلوگرم این کشتی پیگیری میشه. نماینده افغانستان در مقابل نماینده چین. بابا جان احمدی با دوبنده سرخ از افغانستان در 70 کیلوگرم در مقابل لی هاوی از چین قرار گرفته. بابا جان احمدی مدت 5 سال هست که نفر اول تیم ملی 4 سال در 66 کیلوگرم قهرمان تیم ملی افغانستان بوده در پهلوانی. و سال اخیر را در 70 کیلوگرم کشتی گرفت که وزن 70 کیلوگرم جدیدن از طرف فیلا ایجاد شده که در 70 کیلوگرم همه رقبای خود شکست داد. بابا جان احمدی و نفر اول تیم ملی افغانستان برای بار 5 شناخته شد. در مسابقات جهان آسیا که در قزاقستان برگزار شده بود اشتراک کرد. حالا فرصت و این بار بابا جان رستوشک میکشه بیرون و خاک هم میکنه که یک امتیاز از کشیدن بابا جان میگیره و خاک هم کرد که بالاخره 4-2 میشه امتیازها. در مسابقات در قزاقستان اشتراک کرده بود که دیپلم گرفت و عبدالغفار قادری تونست که نخستین مدال برنز افغانستان را از دور رقابت‌ها به دست بیاره که به ملت افغانستان اون مدال را یک بار دیگر تبریک عرض میکنم. میتونه حریف را بکشه از توشک که همین کار انجام میده. دلاور مرد پهلوانی ما و کشتی 4-3 میشه. هنوز هم یک امتیاز ما ضرورت داریم تا کشتی مساوی شه و بعد از یک امتیاز دیگه هم به برد نیاز داریم که امیدوار هستم امتیاز به دست بیاره بابا جان و از این به بعد نگذاره که کشتیگیر چین امتیاز کسب بکنن. همچنان در سرشاخ هر دو کشتیگیر تلاش میکنن و کوشش میکنن تا برای میهنشان و کشورشان افتخار به دست بیارن و 4-3 کشتی در راوند اول و نفع کشتیگیر چین، کشتیگیر سرسخت چین به پایان میرسن. امیدوارم در راوند دوم بابا جان احمدی دلاور مرد پهلوانی افغانستان بتونه که کشتی به نفع خود تغییر بده و دومین پیروزی خود را در لیگ جهانی، بزرگترین رویداد پهلوانی دنیا، رقم بزنه و نتیجه خوب را به دست بیاره. هر دو کشتیگیر آماده نبرد و مسابقه هستند در مسابقه و به هر صورت
کشتی آغاز میشه میان هر دو کشتیگیر. چند سال است که کشتی افغانستان آیسته رشد بسیار خوب را داره و امیدوار هستم که این رشد همچنان ادامه داشته باشه. کشتیگیر چین لی هان وی برقاسا حمله میکنه. از او بهتر ورزشکار ماست که مدیریت میکنه کشتی رو و نمیگذاره که لی هان وی از چین امتیاز به دست بیاره. بله بندیابی و احمدی تلاش داره تا جبران بکنه یک امتیازی که عقب است. 2 دقیقه دیگه فرصت داره. هر دو پهلوان تلاش دارن تا امتیاز به دست بیارن. تلاش ها جریان داره. یک و نیم دقیقه دیگه فرصت است تقریبا. باباجان احمدی در مقابل لی هان وی از چین قرار گرفته. چینی ها توانمند هستند در کشتی. بازم نتونست که امتیاز کسب بکنه لی هان وی از چین. میتونه خاک بکنه حریف رو و خاک میکنه و 2 امتیاز رو میگیره. 5-4 میشه کشتی در آخرین لحظات مسابقه و کشتی به نفع ماست فعلا. آفرین میگیم به باباجان احمدی دلاور مرد پهلوانی افغانستان و کشتی 5-4 میشه. همچنان کار در سرشاخ دنبال میشه و میبینین که هر دو کشتیگیر تلاش دارن برای کسب امتیاز. چینی ها در تاریخ بازی المپیک جهان 2 طلا 3 نقره و 3 برنز به دست آوردن. در بازی المپیک آسیا چینایی ها در تاریخ بازی المپیک آسیا چینایی ها بازم پایگیری مدیریت میکنه کشتی را باباجان احمدی. راوند های مسابقه رو به اتمام است و بله برنده مسابقه شناخته میشه پهلوان باباجان احمدی. چینایی ها در تاریخ بازی المپیک آسیا هم 7 طلا 20 نقره و 21 برنز به دست آوردن. دست باباجان به عنوان فرد پیروز بلند میشه. تبریک میگم به همه.